هزار دفعه بهت گفتم با من میای بیرون اینجوری نیا، میبینن زشته برا من. ولشون کن اینا رو پسرم من فکر کردم این دوست دخترته. وای مصطفی سویچ آوردی؟ آره آوردن. مرسی مامان. من این تویی؟ که اصلا تو کوچه نبود، عجی مجی لاترجی کردین ظاهر شد. بعد چرا دوتاتون قرمز پوشیدین؟ مصطفی تویی؟ مصطفی رو با من بودی؟ چه جوری تو یه دفعه ظاهر شدی بعد فکر کردی اون گفت مصطفی حتما با تو بوده؟ نه با پسرم بودم. پسرت؟ پسر توه؟ پسر توه؟ نه پسر توه. تو اصلا قیافت سنت به بابا بودن آخره. آره بابایی، تو این چند سال که نبودی مامان منو میزد. بعد تو چجوری اینه بابایی صدا کردی یه دفعه؟ نه تو الان دیده بودیش نه شنیده بودی. چجوری اون تو رو نشناخت ولی تو بابایی رو شناختی و سری صداش کردی؟ آره بابایی. منو کتک زدی؟ با چه حقی؟ اورانگوتان تو اصلا نمیشناختیشونو، نمیدونستی پسرته، نمیدونستی این کیه اصلا. میگی مهین پسرته، بعد الان یه غیرتی شدی میگی مهین پسر من زدی. آره دقیقا پسر خودت زده. تو خودت الان پسر یکی دیگه و یکی دیگه بابا صدا کنی. بودو عمو جون بودو. پسرم چی داری میگی تو؟ بودو بریم ببینم. اون زد به دسته، تو چرا صورتتو میگیری؟ میگم اصلا من پسر نداشتم. مکوم عاشقی بیما یعنی چی؟ این همه ما بایستادیم اون میگه به این پسرم، این میگه مهین، اون میگه مصطفی، آخرش هم برمیگردی میگی من اصلا پسر نداشتم. کسخل مسخلی چیزی هستین؟ یعنی مغز سناریو نویستون اونی که سناریو رو گرفته با هم